با سلام خدمت دوستان عزیزم. اینجا جاده شهید کلانتری ارومیه است که به طرف دریاچه و تبریز میره. همینطور که میبینید هوا مهال دیده میشه، مثل اینکه هوا ابریه یا مه‌آلوده. این یه سونامی نمکه. وقتی که دریا خشک میشه، آبش خشک میشه، باد نمک رو به این حالت مه در میاره و پخش میکنه داخل باغات و مزارع و چمنزارها و بیشه ها. یعنی به مرور زمان طی چند سال آینده اگه اینطور پیش بره، کل این مناطق سرسبزی رو که میبینید بسیار زیبا و دوست داشتنی، همشون خراب میشن و از بین میرن و سلامتی بدن انسان ها هم تهدید میکنه. یعنی الان تو این هوا مثل که نمک داری تنفس میکنی. خیلی ممنونم از شما. تشکر. خدا نگهدار.